از یه پیچی متری به اندازه 17 سانت جدا میکنیم و با تسمه‌هایی که قبلا درست کردیم حدود 42 سانتی متر این هستش و با این چند قطعه دیگه که بریدیم ابعادشونو خدمت شما عرض کنم و یه دونه به وسیله روی دسته هم میبریم بعد از این درست میکنیم داخل این جا میدیم. حالا میریم اینا رو برش بدیم تا بیای. اینا میبینید که جوش دادیم، دسته این هم اینجا خم کردیم جوش دادیم، داغم هستش تا ادامه کار ببینیم چی میشه. اینجا جوش دادیم و این قسمتش هم جوش دادیم و این هم مال دستشه جوش دادیم. این هم به این صورت شد. این هم ما پیمر رو رسوندیم. دسته واساش درست کردیم. چشمی قشنگ بازبسته بشه، زبانهای بالاش هم بذاریم تا کارش یواش یواش تمام شه. یه تیکه تسمه هم برمیداریم با یه واشر و بعد سر اینو باریک میکنیم میذاریم داخل بره، بعد دورش رو جوش میدیم. یه واشر گذاشتیم سرشان با سنگ فرز تراشیدیم، ضربه زدیم اینجاش پخش شد. حالا اینا میاریم میذاریم روی این دورش جوش بزنیم و بعد بغلای اینا رو بگیریم که هد بشه یا چارگوش هم شد این توی این دسته توی این بچرخه. لبه های اینم با سنگ فرز اینجوری آجر انداختیم که استحکاکش زیاد باشه و گیرهش زیاد شه. به اون صورت انجام داده. کار این گیره همون هم تمام شد، ولی خود سنباته میخواد یه رنگی بهش بزنیم. به این صورت ما اینجا یه واشر گذاشتیم اینجا و دسته اینم سوراخ کردیم که یه پیچ گوشتی چیزی بندازیم که محکم میخوایم ببندیمش و اینم بتونه اینجا راحت بچرخه اونطور که میبینید و سر این هم قشنگ برای خودش حرکت میکنه. وقتی که نزدیک میکنیم و دور میکنیم راحت بتونیم ما یه قطعه را اینجا ببندیمش. این صورت میبینید قطعه قشنگ اینجا بسته میشه محکم. دسته رو مگه شار بدید خیلی هم عالی و خیلی هم خوب. یک گیره با یه پیچ 12 سانت استفاده کردم، پیچ متری به سازی 12، 2 مهره و از تسمه ها استفاده کردم و یه قطعه لوله که اینجاش هم سوراخ کاری کردیم که بتونیم محرم کنیم یه چیز خاصی محکم ببندیم. حالا یه سنباته نرم میخواد روی این بکشیم و زنگ زدگیاش از بین بره و بتونیم استفاده کنیم. خیلی هم عالی. بچه ها لایک سابسکرایب یادتون نره.